تو این ویدیو قراره این امضا رو از این صفحه منتقلش کنیم به این یکی صفحه. اول از همه یه سلکشن دور خود امضا میزنیم، کنترل جی میزنیم تا داپلیکیت رو لایه جدید و حالا چنل رو انتخاب میکنیم و از لایه قرمز یه داپلیکیت میگیریم. خب حالا تو منو ادجاستمنت لولز رو انتخاب میکنیم، با کم کردن هایلایت هم میکنیم بک‌گراندش رو محوش بکنیم، شادو رو زیاد میکنیم تا امضا پررنگ‌تر باشه و میدتونز هم برای تنظیم کردن غلظت رنگ انتخاب میکنیم. کارمون تمام شد اوکی میزنیم و حالا کنترل رو نگه می‌داریم رو تامنیلش کلیک میکنیم. کنترل شیفت آی رو نگه می‌داریم سلکشنمون برگرده و امضا رو انتخاب بکنه. و حالا برمیگردیم رو فایل اصلیمون و یه ماسک از لایه اصلی میگیریم تا بک‌گراند جدا باشه. مجددا با استفاده لول سعی می‌کنیم امضا رو یکم پررنگش کنیم. حالا دو تا لایه رو انتخاب می‌کنیم، مرجش می‌کنیم و درگش می‌کنیم میندازیم رو فایل جدیدمون. تو اولین کارم تابلوی استاد فرش